جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. السلام علیکم. اینک میخواهم برای شما یک قصه بسیار جالب را عرضه نمایم. روز معلم طرف طلبه هایش میگوید که اگر کسی یک کف از خاک بهشت روز دیگر بیارد، او بهترین طلبه است، یعنی بهترین خواننده است. پگاه یک خواننده یک کف خاک میگیرد و میبرد به مکتب. معلم میبیند خاک را، بسیار غضبناک میشود. میگوید که این چی است تو آوردی؟ طلبه میگوید که هنگامی که از چشمان مادرم اشک جاری میشد، آن را من از زیر پای مادرم که اشک به آن میرسید از آنجا گرفته آوردم. استاد، آیا شما هر درس به ما نصیحت نمی کردید که بهشت زیر قدم مادران است؟